مسابقه تاریخی در شهر ازبکستان یا در دولت ازبکستان 6 تا فایتری تاجیک خدمت ماندیان. ای دیگه دولت ها هستن، قرقیزستان، ازبکستان دیگر جا، اما تاجیک ها را بسیار مونده، برای که الحمدلله همه وقت پرچم بالا با پیش کرده شدیم. السلام علیکم دوستان عزیز، خدمتی مخلصی بای ها هستی، خدمت ای بچه‌ای که شهرمند است ای رسه نپره برای اومدن تو نمونه رو دعوت ندارم، اما ای تاجیکستان اصلا این ویدیو برای تاجیکستانی ها برادر عزیز، ای تاجیکستان، ای دوشنبه، ای شهر خوجند، برای که خدمتی امکانیت رفتن نداره، خدمت در ماشین را مقصد داری برای بیا بدیل پر سلامت باشی، خدمت که نداری نمیدونی چه خیل برای ما تشکیل کردیم، در این رقم رو اکران زنگ بزنی. ای دوشنبه میبره اتوبوس میبیارد 550 سوم، ای خوجند باشه 300 سوم اگر خطا نکنم نرخ میشه، میبرم میبیاره، اما عبید اوجن خیلی نمیته بگونی میبرن تو ازبکستان تماشا میکنی با اتوبوس میارن تو. خوب مسئله بلیتو ای 75 سوم تا 250 سوم همو تریبونه که تاجیکا برابر دستگیری بالا میکنیم. نگاه کنی برای چی ما همین خیلی سرجم داریم، دیگه دولت ها ای دستگیری با آدابانه خدمونه پرچمای خود مقطع اومده است اختون دیده شده، با هم خودت چیکار کردن در کار میریم، آداب و اخلاق مسلمانی تاجیکیا فراموش نمیکنیم. 6 دفعه خود ما چیکار میکنیم، دستگیری میکنیم، بیعت‌های خودمون حرکت میکنیم که با پیش باز میگم که برد و باخت از جانب پروردگار است. اگه بعد بای نتیان مغلوب شون و شما خیلی حقارت سر شوه، آداب فراموش نکنید، بعد چی میگم دست بالا شون شیرینر با پیش، همه وقت در برشو باشیم. الله وطن ما رو آباد کنه، پرچم برداران ما را این بیعت‌های ما را دست بالا کنه. سر جمعانه میریم میبیایم بچه‌ها، بیلیت ها در روی اکران، بعد خیلی با ویپ ها داره، جای ویپ هاش نرخ نواشو نمیدونم، تریبون تاجیکا را میدونم که نرخ نواش 75 سوم تا 250 سوم. اگر با خجالولو در خدمت های زنگ بزنه حرکت کنه، ما را میایم، اگر تونستیم نتونستیم سربلند باشه. الان نگهبان تو